سلام علیکم тамошобинои азизи телевизиони Баҳористон. Инак барномаи навбати Happy Steps манзури шумост. Чун ҳар вақта дар барномаи мо ду нафар иштирок меварзанд. Биёед як ҷоя бо иштирокчони имрӯзаамон шинос мешавем. Assalamu alaikum. Welcome to Happy Steps. Introduce yourself, please. Hello, I am Usmonova Омина. I am a pupil in class 6. I study English at Abdurahimova. Great job. Hello, I am Abdurahimova Osия. I am a pupil in class 5. I study English at Abdurahimova. Иштирокчони имрӯзаи мо Омина ва Осия мебошанд. So one more time, welcome to Happy Steps. биёед як ҷоя бо шартҳои имрӯзаи барномаамон бо Осия ва Омина шинос шавем. Барнома аз се шарт иборат аст. Шарти аввали барнома тарҷума кардани калимаҳо аз забони англисӣ ба забони тоҷикӣ мебошад. Дар монитор ба шумо 20 калима пешниҳод карда мешавад ки 10 калимаи он барои Осия ва 20 калимаи он барои Омина. So, are you ready? Yes. шарти барнома ба шумо низ фаҳмост? بیایید شروع میکنیم. شرط یکمی برنامه در مانیتور به شما 20 کلمه پیشنهاد شد. یعنی که از کلمه هاری آب تا کلمه براون برای اوسیا، از کلمه کرلی تا کلمه the same برای اومینا. شرط فهموست؟ در مدت 1 دقیقه شما باید آن را به زبان تاجیکی ترجمه کنید. شروع کردیم. شرط یکمی ما به انجام میرسد، یعنی که دقیقه به آنها داده شده و پایان رسید. بیایید یک جای بینیم که تا چند اندازه آنها از عهده این شرط برآمدند. شروع میکنیم از اوسیا. شروع میکنیم از اومینا. کلمه ای که با اومینا داده شد کرلی، جینگالا یعنی که جینگیلا، straight roast، new nav، over there با اونجا نگاه کنید. کمتر ترجمه فهمید است و نادرست‌تر ترجمه کرده است. over there ها در اونجا، با اونجا نگاه کنید. square چهارکنجه، circle دوره، triangle سه‌کنجه، rectangle راست‌کنجه، diamond یعنی که نوشتن آلموس اینجا رومب است. the same یک خیله، یعنی که دو کلمه را ترجمه کردن و آن کمتر ترجمه نادرست است و می خاطر 8 جوابی درست قبول میکنیم. hurry up شتاب کردن، put on پوشیدن، take off ترجمه نشده است، یعنی که از عهده این کلمه نبرآمدند. I am late ببخشید کلمه نادرست ترجمه شده است. I am late من دیر کردم یا که من دیر موندم. get dressed خب sorry بخشش درست است. long دراز، short کوتاه، blonde یعنی که رنگ زرد ترجمه کردن، موی سری زردینه یعنی که روشن ما میگیم blonde. brown قهوه رنگ درست است. یعنی که کلمه take off ترجمه نشده است
و کلمه get dressed ترجمه نشده است. یعنی که دو کلمه رو ترجمه نکردند. اگر گوییم take off بدر کردن، یعنی که کشیدن، پای افسالهایت رو کش یا که بدر کن. دیگر کلمه باشد get dressed. get dressed پوشیدن، یعنی که در اون لباس ها رو پوشیدن، ما میگوییم get dressed. So get dressed, hurry up or you would be late for school. شرط یکم به انجام رسید. در شرط یکمی برنامه هم اوسیا و هم اومینا برابری هستند. یعنی که اومینا دو کلمه را نادرست ترجمه کرد، اوسیا باشد دو کلمه را ترجمه نکرد. برای همین 8 به 8 برابری. میگذاریم به شرط دومی برنامه. شرط دومی برنامه این مکمل کردنی جمله ها می باشد. یعنی که در مانیتور به شما جمله پیشنهاد می شود که یک قسمتی آن پرداخته شده است و به شما 4 وریانت پیشنهاد کرده می شود. کدام وریانت درست است شما انتخاب میکنید و در ورقه در نزد خود بوده بنویسید. شرط فهم است؟ به شما نیز فهم است؟ پس شروع میکنیم. Question number 1. سوال یکم get now dress dressed dresses is dressing. کدامی از این جواب ها درست است؟ همون حرفش رو A, B, C, D در ورقه خود نویسید. شروع کردیم. جواب شما اوسیا؟ Get dressed now. Get dressed now. یعنی که جواب شما B. بله. جواب شما؟ Get dressed now. جواب من B می باشد. بیاید ببینیم تا چند از آنها جواب درست رو انتخاب کردند. جوابهای هر دویشان درست است. Well done. Get dressed. یعنی که dressing, dress, dresses نمی شود. میگذاریم با سوالی دوم. Put your hat please on, off, with, in. جواب شما اومینا؟ جواب من می باشد put on your hat please. جواب شما اوسیا؟ من جوابی A on put on your hat please رو انتخاب کردم. بله جواب ها کاملا درستند. یعنی که پوشیدن می شود put on. یعنی که عباره put on این همچون کلمه wear پوشیدن است. Put on your hat please. یعنی که کلاهت رو پوشیدیموس. جواب ها کاملا درست است. Well done. میگذاریم با سوالی سیوم. Sorry I late. جواب شما شروع میکنیم. جواب شما اوسیا؟ جواب من وریانت C می باشد. Sorry I am late. جواب من حرفی C می باشد. Sorry I am late. Sorry I am late. Good job. جواب ها کاملا درستند. یعنی که جانشینی I میگیرد am. I am late. میگذاریم با سوالی چهارم. Question number 4. Your answers. جواب شما اومینا؟ جواب من حرفی D می باشد. Take off your shoes please. جواب من وریانت A می باشد. Take off your shoes please. جواب شما نادرست است. چون که off درست است. این پیشایند هست. این پیشایند تنها بین دو اسم گذاشته می شود. سوالی پنجم. Billy, he is in bed. What, when, where is. جواب شما؟ جواب من وریانت C می باشد. Where's Billy? He is in bed. جواب شما؟ جواب من وریانتی C می باشد. Where is Billy? He is in bed. جواب هر دو درست است. Congrats. میگذاریم با سوالی ششم. He in the bedroom. Is, are, am, does. جواب شما؟ جواب من وریانت A می باشد. Is. He is in the bedroom. جواب شما؟ جواب من هم وریانتی A می باشد. Is. He is in the bedroom. جواب هر دو درست است. سوالی هفتم. Question 7. They are in the kitchen. The, a, n یا اینکه یگانچه استفاده برده نمی شود. پس شروع کردیم جواب شما. جواب شما اوسیا؟ جواب من وریانت D می باشد. برای آنکه they are in the kitchen می شود. جواب شما؟ جواب من وریانتی D می باشد. جواب شما کاملا درست است. یعنی که جمله مکمل بود. به همین خاطر ما نمیتوانیم که از د، ا و n استفاده بریم. میگذاریم با سوالی هشتم. His shorts orange. am, is, are, was. جواب شما. اومینم جواب شما؟ جواب من حرفی B می باشد. His shorts is orange. جواب شما؟
ҷавоби ман ҳам ҳарф варианти б мебошад. Is. His shirt is orange. پس بیاید یک جای ببینیم جواب‌ها درست است یا نادرست. من با شما میفهمونم. متاسفانه جواب‌های شما نادرست است. درست است ولی اینکه his شخصی سیمی تنها، اما his این نشان دهنده به کی تعلق داشتنی اشیا می باشد. سوال نهم. This is Amina her teddy by on within. جواب شما. جواب من وریانتی سی می باشد. جواب شما وریانتی سی می باشد. جواب شما. ҷавоби ман ҳам мисли омина варианти سی мебошад. With. جواب شما درست است. یعنی که با خیرسکش می شود with her teddy. میگذاریم سوالی آخری شرط دومی برنامه. You friends are is am was. جواب شما اوسیه؟ ҷавоби ман варианти а мебошад. Are. Are you friends? Yes. جواب شما؟ جواب من هم به مثل آسیا جواب ای می باشد. Are you friends? جواب کاملا درستند. یعنی که are you friends. آیا شما دوگانه هستید یا که آیا شما جوره هستید. So are you friends. اینجا رسیدیم به پایان شرط دومی برنامه. در این شرط آمینه با یک جواب درست پیش صف شد. در شرط سوم برنامه آمینه یا اوسیا پیش صف می شوند و غالب برنامه معین می شود. با من اینطور نظر میکنیم. به شما یک رسم پیشنهاد می شود. شما باید آن رسم رو با زبان انگلیسی تصویر کنید. به شما 1 دقیقه داده می شود برای تصویر آن در روی ورقه در نزد خود بوده و بعد آن شما با میکروفون با ما میگین. شرط فهم است؟ بله. شرط سوم این تصویر رسم است. Who can describe the picture very well? That one would be the winner of today's program. So let's start with Ossia. Are you ready? خب با رسم نگاه میکنیم و چه عملی که در آنجا هست تصویر میکنیم. شروع کردیم. نت میکروفون کتی. اینجا نگاه کن. در رسم In English. چیزی دیدستی گفتن گر. The picture team running the sea. Team is running to the sea. Billy swimming in the sea. Rosa reading a book. The bird flying the air. In the sky you mean. The girl play the sing. You mean the girl is sand. Yes. Okay, let's start with you. The team go to the swimming. Theo swimming in the sea. The bird fly in the sky. The Rosie read book. Teresa play the sand with the sand, and in the sea fish swimming, and today in the sea very sunny weather. Sunny weather. Yeah. آنها در وقتی تصویر رسم بیشتر خطاگی‌های گراماتیکی کردند. امینم پیش از نام شخص ما ارتیکل the استفاده نمیبریم. یعنی که نام شخص خودش معین کننده شخص است. ما میتونیم بگیم روسی not the Rossi. Team not the team. اینجا شرطی سومی برنامه امروزمون به پایان رسید. نگاه کرده با بیشتر کلمه های استفاده بردن و کم تصویرهای درست آمینه باز پیشرفت‌تر است. در برنامه امروزه ما آمینه کمی هم باشد از اوسیا پیشرفت‌تر است. یعنی که غالب برنامه امروزه Happy Steps آمینه می باشد. Congratulations. برنامه امروزه Happy Steps به پایان می رسد. تا برنامه های نوبتی Happy Steps شاد و پیروز بمانید. Bye.